اهل قوم حجت هستند بر اهل زمین و اهل آسمان و اهل آسمان، یعنی حتی بر ملائک اهل قوم حجت هستند. از زمان اشاعره اون 100 فقیهی که به قوم هجرت کردن اشعریا تا امروز اون فقهایی که در قوم هستن، مثلا قوم از باب مثال اگر حوزه های شیعه زیادن در نکته، آیا غیر قوم نیستن یا وقتی که قوم رو میفرمان اشاره به اکثریت میکنن که نه اون راجع به آخر زمان آقا دارن صحبت میکنن که یعز العلم از مصادیق در واقع. بله از مصادیق. حوزه شیعه در حلب بوده، در لبنان بوده، در اصفهان مدت طولانی بوده، در نجف بوده، در کربلا بله در کربلا، در سامرا حوزه شیعه متنقل بوده. حالا فعلا آخر زمان در قوم. نهایتاً فرمودین که حجت، کلمه حجت یعنی به این آقا احتجاج میشه، یعنی اهل معصیت، اهل فسق، اونایی که نادان هستن، کسی نمیتونه فردا بگه من نمیدونستم، من حکم خدا بهم نرسیده. میگن خب فلانی رفته درس خونده، مطلب گرفته، ازش میگرفتی فتوا، استفتاء میکردی، تقلید میکردی تو دینتو پیدا کنی. چطور باز غسل کرد، چطور باز نماز خوند، چطور باز روزه گرفت، بالاخره از یه نفری از یک راهی بایستی به ما میرسیدی. اون لذا حجت میشه. خداوند یه حجتی روز قیامت بر همگان دارد، این چنین است: هلا تعلمت، نرفتی یاد بگیری؟ آقا هلا تعلمت، وقت یادگیری ندارم، گرفتار زندگیم. آیا قرآن آمده خط مشی داده برای تمام افرادی که وقت یادگیری ندارند؟ فرموده این که فلولا نفر من كل امة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. صراحتا دستور داده آقای اهل سودان، اهل آذربایجان، اهل افغانستان، اهل پاکستان، اهل عالم، از هر امتی، از هر گروهی، از هر عشیره عده‌ای بلندشن بیان قم، بیان نجف، بیان اصفهان، بیان کربلا، تحصیل کنن، درس بخونن، برگردن به قومشون. مردم بیاد از اینا استفتاء کنید، مطلب یاد بگیرید. اینا در درست این نظام اسلامیه، این برنامه یک خدا برای ما چیده، نباید منکرش بشیم. پس فقاهت یک دستگاهی است که خود رب تعالی، من دارم آیات قرآن تلاوت میکنم، رب تعالی این دستگاه رو برنامه ریزی کرده، ائمه پیاده کردن، هم زمان سید الشهدا، هم زمان امام سجاد، هم زمان امام باقر، صادق، کاظم، تا زمان امام حسن عسکری و حتی مهدی سلام الله پیاده کردن. آقا حوزه کوفه، امام صادق در مدینه بودن، حوزه کوفه تلألؤ میکرد به برکت زراره. 100 فقیه شاگرد زراره بودن و تربیت کردن و در جهان منتشر کردن. همون زراره رو میگم که لولا زراره لمحق الدین، اگر زراره نبود دینی نمونده بود. یعنی چی آقا این مطلبو میگن؟ یعنی میگن زراره کار کرده، دین رو به جهان رسونده، اسم محمد و علی را زنده نگه داشته صلی الله علیه و آله و سلم. دقیقاً میخوام یه نکته‌ای رو که امروز هم شاید الان داره کم کم مبتلا به میشه، اینه که تو خیلی از مسائل فقها مختلف اجتهاد کردن. یک نفر فتواش یک جوره، یک نفر یه جور دیگه است. خب این جریان چی میشه؟ یعنی اینکه این اختلافی که توی آرا هست، آیا میشه یه خطکش گذاشت یا هر کسی باید به مقلد خودش؟ کار من و شما نیست که، کار من و شما. این جریان اختلافات از زمان ائمه بوده، بلکه ارجاعت بودن به قرآن در بین انبیا بوده. بله. شما قصه خضر و موسی رو، هر دو پیغمبر، بله، یکی شاگرد یکی، موسی شاگرد خضر. به قول حضرت خضر و حضرت موسی گفت لک علم لا اطیقه ولی علم لا تطیقه، من چیزی میدانم که توی موسی طاقتش رو نداری و توی موسی اول العزم چیزی میدانی که من خضر طاقتش رو ندارم. بابا علم دریاست. بین موسی و خضر حدیث دیدم یا یتشاجران، یعنی جر و بحث. آقا بالاتر بگم شما اختلاف رو ائمه چیز دیگه هن. 12 امام یک گوهر دیگه ای هستن که هیچ اختلافی بین این انوار 14 معصوم نیست، ولی دون اینا در تمام خلقت بین جبرئیل و ابراهیم، بله، ابراهیم خلیل الله، سرور تمام انبیا،
جبرئیل سرور ملائکه. شما ببینید جدال رو راجع به عذاب قوم سدوم، مثلا 20 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بالاخره آقا جان، یعنی شما جبرئیل رو میبینی، ابراهیم رو میبینی، خضر رو میبینی، موسی رو میبینی. خب در اون پایه های بالا یا قرآن میفرماید ملأ الاعلی اذ یختصمون. ملأ الاعلی یعنی ملائکه بلند پایه خدا، یختصمون یعنی جر و بحث میشه. اینا سبب گریز از دین یا بهانه گریز از دین شما نخواهد شد. بله هیچ کس معصوم نمیشه، ولی دون معصوم اختلاف حتما هست و بوده و خواهد بود. پس من این نتیجه گیری بکنم هر مقلدی باید به مقلد خودش رجوع بکنه و حالا اختلافی هم که باشه کار اجتهاد کرده دیگه. اجتهاد کرده. در قصه ابراهیم و جبرئیل خدا دخالت کرد. انه آتیهم امر ربک. ابراهیم اعراض کن از این بحث، امر خداست و جبرئیل دستور گیرنده است، مکلف. خب بفرمایید. عرضم به حضورتون ما کلا 20 دقیقه فرصت داریم. من 1 2 3 4 5 6 7 11 سوال نوشتم که ازتون بپرسم، نمیدونم حتی شاید یکیش هم نتونیم جواب بدیم. من همشو سعی میکنم توی سوال واحد جمع کنم. این که ما الان میدونیم که باید به فقها رجوع بکنیم. بله. دیشب چند ویژگی از فقها گفتیم. اینکه ما باید از چه کسی اطاعت بکنیم، سوال اول. در چه چیزهایی باید اطاعت بکنیم، نوع اطاعت ما چه نوع اطاعتی. 3 سوال شد. آیا فقها در موضوعاتی بر ما ولایت دارن یا ندارن؟ اگر ولایت دارن این ولایت معنیش چیه؟ اصلا معنی ولایت در فقه چیه؟ حالا یه نمیدونم امور سیاسی یک معنی داره، در امور نمیدونم اجتماعی یه معنی داره، اما در فقه معنی ولایت چیست؟ در چه چیزهایی ولایت دارن؟ و خود ولایت، این چیزی که توی فقه ما میگیم، چند شقه و هر کدومش چه معنایی داره. و باز با این فرض ولایت فقها، محدوده ولایت فقها چیست و در چه حد؟ حالا این 4-5 تا رو الان حالا پس این ثابت شد، مسلم شد. ما راه رسیدنمون به حضرت مهدی همون فقها هستند. از خدمتتون عرض که به تسدید ایشون اجازه بدید قبل از جواب سوالاتون قصه کوتاه بگم. خدا رحمت کنه آقای نائینی را رحمت الله علیه. خیلی ایشون توسل داشتن به حضرت مهدی سلام الله علیه که آقا شیعیان در بدترین اوضاع خودشون هستن، ایشون احساس مسئولیت میکرد. خلاصه ایشون در عالم ظاهر آقا رو مشرف شدن به دیدار آقا و اشاره کردن به دیوار. گفتن اینجایی که تو نشستی داری توسل میکنی، این دیوار بناس بیفته. اینکه من چگونه نگهدار شیعیان هستم، همین الان من تو رو نگه داشتم که تو توسل تموم بشه، از کنار این دیوار دور بشه، من این دیوار بعد این بار بریزه. این دیوار من نگه داشتم که تو بگذری. می‌خواستم بهش بفهمونم در همین شرایطی که الان شما داری توسل می‌کنی، آقا کجایی، چرا به داد ما نمی‌رسی، من همین الان تو رو نگه داشتم. و کل شیعه رو من اینطور پاسبانم. اگر لحظه‌ای نگاه لطفشون رو از ما قطع بکنن واقعی‌است. بله واقعا همینه، ما اعتقادمون هم همینه. حالا اون فقهایی که حالا بالاخره خیلی سوالا مختلف شد، جنبه‌های مختلفی داشت. خب معنای ولایت رو بگیم، از اینجا شروع کنیم. ولایت یعنی اتصال. شما میگید که من باید در وضو موالات داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی دست راستم که شستم، پیشبند شستن دست راست دست چپم را هم بشورم، فاصله نیفت، پیاپی و مستمر باشه. فقیه آن کسی است که یا مقلد که من میخوام تقلید کنم از او، که نظری داشته باشه در این مسئله حادثه، اما الحوادث الواقع، در این جریانی که اتفاق افتاده و فتوایی داشته باشه و من مرتبط باشم با اون فقیه، یعنی دستور اون آقا رو پیاده کنم، به اتصال پیاده کنم، در این وقت در این برهه زمان پیاده بکنم. خب تا چه حد من
دستورات یک فقیه را پیاده بکنم؟ حدودش چیه؟ مثلا آیا من جانم رو به خطر بیاندازم؟ جهاد ابتدایی تعبیر میکنم، جهاد کنم، جهاد ابتدایی داشته باشم به دستور یک فقیهی؟ خب اینجا میبینیم عامه فقها اومدن اینجا خط کشیدن که فرمودن این از مختصات امام زمان است، امام معصوم است که یک کسی وارد یک معرکه‌ای بشود، یک جنگی را آغاز بکند. یا آیه قرآن که میفرماید کفوا ایدیکم که خیلی صریحه. این آیه هم زمان امام حسن رو میگیره هم زمان امام زمان الان غیبت. کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. گاهی برنامه این چنین میشه که دشمن حمله کرده و ما جهاد دفاعی پیش میاد، یعنی دفاع از ناموس و شیعه و ناموس مؤمنین و مؤمنات. اونجا دفاعی رو میگن از مختصات فقیه هست، یعنی اونجا رو گرفت ولی ابتداییشو نگرفت. ببینید هر دو جان به خطر انداختن است، ولی تشخیصش اینه که این آیا دفاعی است یا ابتدایی از مختصات، از اموری است که فقیه نظر میکنه و فتوا میده. دفاعیش رو عامه فقها مسلماً که درش اشکالی نیست، اما ابتداییش رو نه اشکال میگیرن، از مختصات امام میدانند و میشناسند. بحثی هم که دیروز مطرح کردم باز ضمیمه کنم که بل فقیه که نه، یک وصی یک نبی هم حق ندارد حلال خدا رو حرام کند، حرام خدا رو حلال کند. در واقع آن ولایتی که فقها دارند ولایتی نیست که حضرات معصومون علیهم السلام دارند. یه خطکش دیگه هم اینجا بگم، اونم عقله. خیلی عقل. خیلی ما رو ارجاع دادن به عقل. قصه بگم، رسول الله فرمودن این که از این شخص اطاعت کنید. بله. تعیین دیگه، رسول الله یک شخصی رو تعیین کردن که آقا از این اطاعت کنید. پیغمبر دور شدن، این شخص چیکار کرد؟ آتش روشن کرد، گفت که وارد آتش بشید. مسلمونا سر باز زدن، وارد آتش نشدن، اون شخص هم رفت، قهر کرد رفت. رسول الله برگشتن گفتن اونی که من تعیین کردم چی شد؟ گفتن که آقا قهر کرد رفت. گفتن چرا؟ گفتن چون آتشی روشن کرد و گفت وارد آتش بشید، ما نشدیم، قهر کرد رفت. فرمودن ان دخلتموها لما خرجتم منها. اگر وارد اون آتش می شدید از اون آتش خارج نمی شدید تا ابد. پس ببینید با اینکه پیغمبر وکیل تعیین کردن بر این سربازا، اما اجازه ندادن که شما اطاعت محض داشته باشی از این تعیین شده و خودتون رو در آتش بیاندازید. بله. بسوزانید. دقیقاً الان پس میرسیم به بخش سوال دوم من که در چه چیزهایی ما میتونیم از فقیه و باید از فقیه اطاعت بکنیم. امام فرمودن ایاک ان تنصب احدا دون الامام فتطیعه فیما یقول. آقا جان این آقا هر چه بگوید من مطیعم، من عبدم. بترس از این که با کسی این چنین رفتار کنی. بابا شما عقل داری، عقل هدایتگر شماست. اگر جریان تهلکه پیش آمد، هلاک شما، هلاک زن و بچه شما حق ندارید اطاعت کنید. یکی گفت که شما را خودتون از بالا پشتمون بندازید، هر کی باشه حق نداره همچین مطلبی رو بگه، مگر امام، مگر معصوم، مگر الله، مگر خود خدا یا خلیفه خدا مستقیم. اما دیگران همچین حقی ندارن. اگر کسی مرتکب همچین خطایی شد او ولایت ندارد، او این حق را ندارد. خب که خیلی سخت میشه. یعنی این که اگر شخص میتونست با اون عقلی که داره این رو تشخیص بده که رجوع نمیکرد به مرجع، وقتی در رجوع میکنه یعنی نمیتونه در فقراتی تعقل کنه. عقل بعد خیلی ها دارن از این موضوع استفاده میکنن دیگه. یعنی اینکه خیلی از موضوعاتی که فقها و مراجع نسبت بهش رأی صریح دارن میان انتقاد میکنن، میگن که فقها گفتن که واسه خودشون گفتن، ما عقلمون میگه این کار اشتباهه. سخت میشه.
عقل ما میگه که یه عقلی که خیلی روشن باشه، جریان خیلی واضح باشه. آقا جان شما در آتش وارد بشی نتیجهش چیه؟ سوختنه. یعنی در واقع من فکر میکنم اگه این عرضم اشتباهه بفرمایید، اگر که شخصش رو آدم بدونه که اون آدم عاقله و رأیی که داره صادر میکنه عقلانی نیست، باید به رأیش اعتماد کنه. اما اگر نه، یعنی ببینید ما 3 امر داریم در زندگی. ما کجا مشکل داریم؟ کجا مشکل؟ ما یک امری داریم بین و رشد، یه اموری داریم بین و غیوح، بله. یه اموری داریم شبهات بین ذالک. یه اموری است که خیلی روشنه، خب برو اتباع کن، پیروی کن، تقلید نیاز نداره. شما اگه میدونی نماز صبح 2 رکعت خدا ازت میخواد، تقلید نیاز نداره. نماز صبح 2 رکعت تمام مؤمنین دارن میخونن، به تقلید آقای فلان و آقای فلان نداره. شما وایسا نماز تو بخون. از مسلمات، از ضروریات. ببین ضروریات بین الرشده، میدانی شما آنچه میدانی که تقلید نداره. قرار شد آنچه نمیدانید به عالم رجوع کنید. از اون طرف یه اموری است بین غیوح، خیلی روشنه که این جریان، این برنامه ظلمه. آواره کردن یک مؤمن، یک مسلمان ظلمه. زن و بچه مسلمان رو سر یک مرز، به خاطر یک مرز مثلا آواره کردن یا به حد کشتن برسه، این ظلمه. این بین غیوحه. کوچیک و بزرگ میفهمن که این ظلمه. خدمت شما عرض بشه که خب من نباید پیروی کنم در این مسئله. یه قصه هست شبهاتون بین ذالک، نمیدانم، گیج و گمم، شک بین 3 و 4، من نمیدانم حکم امام صادق چیست. حدود طلاق، نکاح، فروج، اونا رو فرمودن که نمیدانی به عالم رجوع. این امور چه اموری اصطلاحاً میگن؟ امور حسبیه میگن. یه مسافری رفته مالش مونده، امانتدارش کیست؟ فقیه هست و بالاخره ایتام هستن. این ایتام رو کی سرپرستی میکنه؟ حسبیه، یعنی حسابرسی داره. این حسابرسی ها آیا یه لوره هاست؟ نه، یک فقیهی، یک وکیلی از طرف امام عصر سلام الله علیه. همین قصه خمس امام زمان سلام الله علیه. خب این خمس را باید در رضایت حضرت مهدی خرج کنیم. بریم بزنیم تو دریا. شما که میگی برو بنداز تو دریا، این اسرافه. والله لا يحب المسرفین. چیکار کنم؟ بله. قرآن میفرماید والله لا يحب المسرفین. خدا دوست ندارد اسراف کنندگان. من برم پول رو توی دریا بریزم؟ یا بیاد مثلا خمس رو اختصاص بده به مثلا رو دشمن شیعه. احسنتم. مثلا همینه مشخصا اون آدم صلاحیت در تأیید دشمنان دین بله. مثلا قرار بده. خب این بین غیوه دیگه، این روشنه که کار پلیدیه، کار پستیه. بله. امام عصر رو دستگاه ایشون رو بیایم تأیید کنیم. خب این واضحه که کار خوبیه، کار درستیه. ما نسبت به خمس هم این حرف رو می‌خواستیم بزنیم که بالاخره اگر کسی دسترسی داره به حضرت مهدی، بهترین جای صرف خمسه که به آقا خودشون بدیم خمس رو. ما ندیدیم. و اگر رضایت حضرت محرز شد برامون، یعنی بدانیم که آقا امام زمان حتما این پولشون رو در این راه خرج می‌کردن، یعنی خرج می‌کنن. این که یک یتیمی است درمانده، قرآن می‌فرماید که بابا به یتیم سید بدید خمس رو. مثلا تصریح قرآن دیگه، قسمت سهم سعادت رو باید به یتیم سید. خب اونم روشنه. ولی گاهی ما نمیدونیم آقا اولویتشون در این زمان چیست. دفاع از مثلا حرم‌های اهل بیت، مسجد ساختنه، رسانه، حوض ساختنه، رسانه است، کتاب، طلبه است. طلبه است. نمیدانم دیگه، من نمیدونم اولویت ما زمان چیه. میرم با یه فقیهی که بهش اعتماد دارم. دیروز همین سوالو پرسیدید، امروز خواستم بگم اعتماد دارم، اطمینان دارم. پیغمبر فرمودن معن الیه القلب فخذه. اگه دلت آرامش گرفت به یک شخصی، به یک کسی، اونو بگیر. خدمت عرضه که یعنی احساس کنم که اوست که حافظاً لدینه، مطیعاً لامر مولاست، ارزم حضورتون که سائلاً لنفسه است. واقعاً بدونم که میشه امورمو بسپرم بهش. عزیزترین چیزم رو میخوام به امانت دست او بزنم. بله. از دخترم، از ناموسم عزیزتر دینم میخوام به امانت بگذارم. قیامت سر پر صلات پسم بده.
یک همچین شخصی حاج آقای شیرازی هم فتواشون اینه که نسبت به این بالغینی که بالاخره پدر و مادرشون از شخصی تقلید میکنن، به اعتماد پدر و مادر، اعتمادی که پدر و مادرم راه کج نرفتن. خیلی پدر مادرها مؤمنن، متدینن، متقین. یک نوجوان میاد به اعتماد پدر و مادرش تقلید میکنه، این کافیست در تقلید. اون چی هم که مشهوره در تقلید، میگن به 2 نفر عادل شما مراجعه کن، اهل خبره، که آقا جان ما از که تقلید کنیم، مشورت بگیر. امیرالمومنین فرمودن المشورت عین الصواب، عین صواب، این که مشورت کنی از اهل خبره. تذکر بدم من از بابام تقلید میتونم بکنم ها، اشتباه برداشت نشه. اگر که جوانی پدر و مادرش مؤمنن، اهل تقلیدن و به مرجع رجوع میکنن، به اعتماد پدر و مادرش میتونه تقلید بکنه، نه از پدر و مادرش تقلید بکنه. درسته؟ بله. نه پدر و مادر که بعضیا مثلا یه شوخی شده، میگه از کی تقلید میکنی؟ میگه از بابام. اینجوری نیست. نه این سهله سمحه، این دین آسان، راه رسیدن ما به حت مهدی رو چطور آسان کرده؟ بله. یکیش اینه. بله. میخوام بگم من به شما اعتماد دارم، مثل که من برم نماز جماعت شرکت کنم، نمیدونم امام کیه، ولی یکی از دوستام میبینم که متقی، اهل تقواست، اهل ورعه، میشناسی به این آدم اقتدا کنم من؟ آها، این حتما تحقیق کرده، اون آقا رو قبول داره، منم وایسم کنار او، باز نماز جماعتم رو برپا کنم. این یک راه. در واقع پس من حالا برگردم سر خطمون. اینجا بودیم که پس ولایتی که میتونن فقها داشته باشن در امور حسبی است. در امور حسبیه مسلمه، واضحه، روشنه. بله. اما فراتر از این خدمت عرضه که تعبیر دیگه بگم، من در مورد این که چه جوری هم حالا مرجع رو پیدا بکنم، من خواستم اون فرصتمون کم میشه. یعنی ولایت خود رسول الله، خب این یه چیز خنده‌داری است. چرا؟ چی خنده داره؟ فراتر از این امور حسبیه. بله. ما بیایم برای یک شخصی غیر از امام عصر این زمان بگیم که ایشون اختیارات امام زمان رو دارن، خب این مسئله نیست. امام زمان اختیارشون به 7 آسمان رسیده. فلیرتقوا فی الاسباب، اسباب، حالا ما سفر در آسمان اول جابجا شدن رو بلدیم، امام عصر تا 7 آسمان سببش رو بلدیم. بله. آقا امیرالمومنین به درخت میگفتن بیا، درخت میآمد. خب این چه ولایتیه؟ ولایت امام زمان ولایتی است که به ماه اشاره کنن نصف شود، به خورشید اشاره کنن مسیرش رو برگردونه، به زمان امر کنن تصرف در زمان بکنن زمان برگرده، به روح دستور بدن که به این بدن برگرده. همون ولایت عیسی ابن مریم. بله. سلام الله علیه. بابا ایشون حامل 72 اسم هستن. این انبیا حامل اسماء عظمای خدا هستند که ولایت دارند. ولایت مشتق از علمه. خب ما میگیم که این فقیه تا کجا رسیده؟ یعنی چقدر؟ مثلا سلمان رو من مثال بزنم، سلمان محمدی که ولایت سلمان واجبه، یه فقیه دیگه، یه فقیه در درگاه اهل بیت. تازه کی؟ سلمان و منا اهل البیت شده اصلا دیگه. چرا منا شده؟ به قرب. چرا منا شده؟ راهش هم رفته. یا سلمان لا تأخذ الا عنا تکن منا. سلمان فقط از من علی مطلب بگیر، از یهود و نصارا و تورات و انجیل مطلب نگیر، از شرق و غرب، از فلسفه و عرفان و تصوف مطلب نگیر. اگر از جای دیگه مطلب گرفتی منا نمیشی و اون ولایت ما رو پیدا نمیکنی. خب آقا جان این سلمان چقدر ولایت داره؟ چقدر دیگه همه مراجعمون رو جمع کنیم سلمان نمیشن که هم به معیت رسیده هم به انیت رسیده. من نمیدونم. خب بالاخره زمان غیبت هم آقا تربیت میکنن افرادی رو، ولی خدمت عرض سلمان مثلا در مدائن چه حرکتی انجام داد؟ اومد رفت صحرا صدا زد سگها رو صدا زد، سگها آمدن گفت امنیت این شهر امشب پای شما. جالبه. خب کسی که به این مقام رسیده، ما منکر نیستیم که کسی مرتبط به الله خدا به بدهد. قرآن میفرماید و ما هو علی الغیب بضنین، خدا بخیل نیست علوم غیب رو در اختیار قرار بدهد، خدا بخیل نیست، ولی از راهش برو. آقا جناب سلمان اون شب صبح شد
دیدن بازار مدائن یه مش لاشه افتاده، لاشه دزدان، امنیت به شهر مدائن، سگ‌ها دریدن دزدا رو. برگشت. خب یک همچین شخصی که ولایتش به حیوان نفهم رسیده و در اون سطح این شخص رو خب انسان اعتباری به او میدهد غیر از اعتباری که کسی دیگر داشته باشد. اما ولایتش ولایت حضرت معصومین نیست. باز نیست، باز ولایتش اینطور نیست. باز ابوذر که درجه 9 اسلامه یا مقداد درجه 8 ایمان است، باز ولایتش اینا شاگردان اهل بیت هستن. خیلی خوب، ما 2-3 دقیقه فرصت داریم. فهمیدیم که باید به فقها رجوع بکنیم در اموری که بر اونها محول شده، باید از اونها اطاعت بکنیم. اونها در بعضی از امور بر ما در واقع فرمایششون، فتواشون، رأیشون لازمه که از اونها اطاعت بکنیم. این که حالا چجوری بشناسیمشون رو میشه تو 2-3 دقیقه گفت؟ فقها رو بشناسیم؟ بله. حالا شرایط شناخت فقیه، من هم مرجع تعیین کنم، چجوری پیدا کنم؟ خب مطلبی که دیروز عرض کردم این که واستفهم الله یفهمک، ببین با خدا ارتباط داشته باش، از خدا مدد بخواه. به قول حضرت مهدی سلام الله علیه ازشون سوال شد که و فما الحجه الیوم، آقا شما دارید غیبت میکنید، حجت کیست؟ گفتن العقول. نباید منکر بشید، همه ما عقل داریم. عقل هم برای چی خدا به ما داده؟ برای همین نکته، تعرف به الصادق علی الله فتصدقه والکاذب علی الله فتکذبه. یه مشکلی زمان غیبت داره که عیسی ابن مریم گفتن مشکل اهل آخر الزمان اینه که لا یمیزون بین المخلص و المرتاب. بابا چطور شده شما بین آدم مخلص و بین آدم شیاد فرق قائل نمیشید؟ یعنی چقدر این عقل ها مشروب شهوات شده. یه قدری ریاضت نفس، یه قدری این عقل را نمیشه هم بگیم مطلق عقول میتونه تشخیص بده، عقل سالم میتونه تشخیص بده. عقل سالم لازم میگیم به اهل خبره رجوع بشه. بله. اهل خبره یعنی کار کرده، عقلش رو رشد داده، رشید شده. آقا جان شما نظرت این که مخلص کیه؟ مرد جا افتاده از فقهای مشهور، قرآن واهره، از اونایی که در دسترس مردم هستن، ورع باشن، متقی باشن، عالم باشن، از اهل بیت مطلب گرفته باشن، اخذو منا، که از قرآن حدیث فتوا خارج کنن. خب اون شخص لیاقت، اهلیت تقلید را دارن و ما دیگه آنچه که داریم همینه. ما یه عقلی داریم که باید بهره ببریم از اون عقل و حجت خداست بر ما که چرا این عقل تو به کار نبردی، بله. به کار میانداختیم. و یه راه طبیعیش هم که عرض کردم این که به 2 نفر عادل اهل خبره انسان رجوع بکنه که آقا جان دین ما از کی بگیرم و اینا به من راه مشی نشون بدن. پیغمبر فرمودن تصدیقش در دل است. اگه اون مطلبی گفت کسی را معرفی کرد، دلت باید مطمئن بشه. مطمئن الیه القلب فخذه. اگر معرفی شد و دلت آرامش گرفت به اون مطلب و اون شخص، شما تمسک کن، عذرتم باهات ان شاء الله. قبل از این مرحله رو البته توی تقریبا تمام رساله ها راه غربال کردن و رسیدن به اون شخص که حالا قلب گواهی بده رو نوشته، میتونن بینندگانم رجوع بکنن. بالا ما نمیخوایم سخت بگیریم. بله. کار را قول حضرت مهدی سلام الله علیه سر الله، این که افراد رو به حقیقتشون ما بیایم تشخیص بدیم کی هست، ماهیتش چیه. حالا شلمغانی شر اینقدر سخت نگرفته که شلمغانی رو کی میتونست بشناسه؟ آقای جباری. بله. شلمغانی رو کی میتونست بشناسه؟ آقا شاگرد امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون وکیلی که مات علی الکفر و زندقه مورزه فرمودن، کی میتونه تشخیص بده؟ آقا ظاهر الامر، ظاهر الصلاح، همین کسی که تا عمر بوده و باش بودیم، سلطه طلب نبوده، درباری نبوده، شهوت پرست نبوده و بالاخره اهل علم و تقوا هم باشد. کلام پایانی در 30-40 ثانیه همه جملاتتون و مطالبتون رو بخواید جمع بکنید، ببینندگانمون یک توصیه بفرمایید توی 30-40 ثانیه، فرصتمون تمامه. من خدمت عرضه که واقعا خیلی این بحث یعنی خیلی مهمه. من خواهش میکنم که هم خودم آقای جباری هم بینندگان که یه لوره ها نگذاریم این مطلب رو، چون ما بالاخره با اماممون محشور میشویم
نهایتاً یوم نأتی کل اناس به امامهم، اون کسی که دست ما رو میگیرد و به دست امام عصر میرساند اون شخص کیست و از چه راهی به او رسید؟ یک دنیا ممنونم. متاسفانه فرصتمون تمام شد. تشکر میکنم محضرتون. انشاءالله فردا شب این مبحث رو، البته حاج آقا احتمالاً نیستن، اما من مانده هاش رو عرض میکنم محضرتون، چون بحث گسترده‌ایه. سپاسگزارم از محضرتون، واقعا ببخشید. شب جمعه با شما هستیم. برنامه گلریزان بعد از خبر تقدیمتون میشه دیگه، من نیستم خدمتتون باشم. یا علی مدد، خدا نگهدار.